بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خداوند یکتا و توانا. السلام علیکم بینندگان عزیز، خسته نباشین، وقت همه‌تان بخیر. امید که جور و صحتمند و سرحال باشین. در هر گوشه کنار سرزمینی که زندگی میکنین با امید پیشرفت همه‌تان. ما امروز در شهر هرات بستان قرار داریم. بینندگان عزیز، در جایی که ما قرار دارم جای قابل قدر و جای افتخار است. اینجا شرکت تولیدی یخنهای کامپیوتری خود تولید وطن است. تولید وطن، افتخار وطن. ما امروز میخوایم از این شرکت بزرگ، از این کارخانه بزرگ، از این کارخانه تولیدی یخنهای کامپیوتری یک برنامه ویژه، یک برنامه متفاوت براتون داشته باشیم. میخوایم معلومات مختصر در مورد این شرکت، در مورد این کارگاه از مسئولشان بپرسیم که شرکتشان به کدام نامیات میشه، چقدر وقت از آغاز فعالیتشان میشه، روزانه به تعداد چقدر یخنها اینها در این شرکت تولید میکنه. همه را در برنامه امروزی ما بیننده باشین. میخوایم همراه مسئولش هم صحبت داشته باشیم. آقای جناب تابش صاحب همراه ما. تابش صاحب سلام، خسته نباشین، وقتتان بخیر. سلام خدمت شما و بینندگان خوب شما. خیلی خوش آمدیم به شهر زیبای هرات. خیلی خوشحال شدم که شما بخیر و سلامت باشین. شما همچنان قابل افتخار ما هستین که چون به خاطر کشور کار میکنین، تکلیف میکشین، زحمات میکشین. ما هر چقدر از شما تعریف بکنیم، صفت بکنیم کم است. قربان شما سلامت باشیم. واقعا هم که تولید وطن بیشتر گفتیم افتخار وطن. دقیقاً. تنها این افتخار به ما نیه یا تنها به هرات نیه، به کل مردم عزیز افغانستانه. دقیقاً. خیلی خوب. تابش بزرگوار، بازم افتخار باشید، بخیر سلامت باشین. بین نخست از انگیزه تان یادآور شوین. چی نوع انگیزه داشتین که باید در بخش تولید، باز در بخش یخنها شما کار داشته باشین و یا فعالیت آغاز بکنین؟ از انگیزه تان شروع بکنین. زنده باشین. تقریبا 2 دهه پیش خود ما اوایل یخن وارد میکردیم از پاکستان. باز گفتیم چی خوبه که خود ما اینجا بیایم کارخانه رو اندازی کنیم، تولید داشته باشیم، تا اشتغال زایی بشه و دوستا در کنار ما هم مصروف به کار بشه. و این باعث شد که این کارخانه رو اندازی کردیم. بله، خیلی خوب. وقت احساس شما قابل قدر است. تقریبا 20 سال از آغاز کارتان میشه. بیاین از سرمایه تان یادآور شوین. چقدر سرمایه مصرف کردین، از چقدر سرمایه شروع کردین، چقدر سرمایه گذاری کردین؟ ما با یک سرمایه اندکی شروع کردیم. خوشبختانه امروز در هرات 5 کارخانه تولیدی داریم ماشاءالله. و در هرات و اکثریت نمایندگی‌هایی که به افغانستان داریم مستقیم و غیر مستقیم با برند تابش 400 نفر فعالیت میکنیم. خیلی خوب، ماشاءالله. بریم قدم بزنیم، ماشینا را هم ببینیم. در کل در عموم همراهتان چقدر هموطنای ما مصروف هستند، چقدر به هموطنای ما زمینه کار ایجاد شده؟ خوشبختانه در خود هرات و اکثریت ولایات همچون ما نمایندگی فعال داریم. بله. مستقیم و غیر مستقیم با برند تابش 400 نفر فعالیت میکنیم. بله ماشاءالله، جای قابل افتخار است. اما یک اصطلاح عام ما شما دارم میگه چکله دریا میشه. 400 نفر امرای تابش صاحب مصروف باشه، 300 نفر در دیگه شرکت مصروف باشه، انشالله به همه جوانای ما زمینه کار ایجاد میشه. بیاین در مورد ماشیندریتون صحبت داشته باشیم. واقعیت یک برند خیلی عالی، یک شرکت ماشاءالله خیلی زیبا. کارکردتان انشالله تصویر هم همراه هموطنای خود شریک میسازیم. ماشینا را از کدام کشور وارد کردید؟ ماشینا اینا تولید چینه. دیگه دستگاهی که شما میبینید جدیدترین دستگاه لمس سرعت 1200. بله. بسیار یک دخت خوب و زیبایی داره، یعنی تولید که میکنه از دخت دست چندان تفاوتی نمیکنه. بله دقیقاً. معلوم میشه از کارکردشون، از ماشینایشان که تابش تا یادآور شد. هموطن عزیز، واقعا ماشینایی است که برند است و به ما درست ساخته شده. روزانه اگر بخواهید شما برای ما معلومات بدین، در یک روز چند جور یخن یا به تعداد چقدر یخن شما تولید میکنین؟ برند تابش در هرات با 5 کارخانه تولیدی که داریم، یخنهای خامکی تنها ما تولید نمیکنیم، یخنهای شیشه‌ای و الماسی ما تولید میکنیم که بعد دوست دارم به تصویر و بیننده نشون بریم به یک از نمایندگی ما. 400 دونه ما تولید داریم، به 24 ساعت 400 دونه یخن تولید. بله ماشاءالله. واقعا جای قابل قدر است که در 24 ساعت 400 جوره یخن شما تولید میکنین.
انتقال یا به ولایت یا به مشتریان، کسایی که علاقمند یخن هستند، بالخصوص جوانای ما، شما در روزا اکثریتشون کوشش میکنن که یخن برن بپوشن، یخن برن استفاده بکنن. انتقال به ولایت، شما گفتین که در بعضی از ولایت ها هم نمایندگی دارین، اگر یادآور شوین در کدام ولایت ها نمایندگی دارین؟ ما در کابل، قندهار، هلمند، فاریاب، غزنی، فرا، بله، بیشتر ولایاتی که نام بردم و بعضی ولایات دیگه هم ما نمایندگی داریم و بعضی ولایات هم خود اینا کسایی که دکاندار هم از ما خریداری میکنه. بله، باز ما به ارسال میکنیم. خوشبختانه نه تنها در افغانستان تولیدات برند تابش با حمایت مردم عزیز، بله، بازار خوبی بیرون از افغانستان هم به کشور مهاجرینی که داریم داره. ماشاءالله، چقدر زیبا. یعنی با کشورهای در خارج از افغانستان، ایران، پاکستان، ایران و پاکستان. بله. فرمایشات از خارج چگونه است؟ واقعا جای قابل قدر است که در کشور ما تولید داریم که اکثریت هموطنای ما، بالخصوص طبقه نوجوان ما، شما که در مسافر هستند، در مسافریت هستند، در هجرت هستند، اونها هم میخواین که از تولید وطن خود استفاده بکنن. از خارج چقدر فرمایشات دارین؟ خوشبختانه چون واقعا یخن یک خاص به یک فرد دست میده، مخصوصا و فرهنگ و عنعنات بزرگ زنده میکنه. جوانا وقتی که در خارج هم هست، روزای رخصتی یا مراسم خوشینا دوست دارن که از تولیدات وطن استفاده کنه، با ما سفارش میده و برند تابش به 360 نقطه جهان هر کس که خواهد سفارش بده به ما میرسونه. بله، چقدر خوب. هموطنان عزیز، بریم پیشتر بریم. شما از انشاءالله تصویر هم همراهتان شریک می‌سازم. بیاین در مورد زمین کامپیوتر معلومات مختصر بتین. در کدام بخش فعالیت میکنه، کدام وظیفه را پیش میبره؟ این کامپیوتر وقتی دیزاین به فلش میفته داخل ازی، بعد این خود از یک ویژگی داره که مکمل نشان میده که یخن چقدر سوزن خوری از اینه، چند ساعت وقت میبره، چقدر کار شده و چقدر بمونده و حتی یک زمان اگر یک اسکلگی و مشکل پیدا میکنه نشان میده که این قسمت مشکل داره، عوارض داره. یعنی این فکر کنیم که کل دستگاه کنترل میکنه. بله، خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. بیاین در مورد این دستگاه هم صحبت داشته باشیم. یک کسی که میخواد سر دست یخن بدوزه و شما سر کامپیوتر یخن میدوزین، چقدر متفاوت تر کیفیت چقدر فرق داره، کارکرد چقدر فرق داره؟ خوشبختانه از روزی که دستگاه آمده، خیلی از کسایی که قبلا کار یخن دستیر میکرده اونا هم حتی راضیه، میگه مثلا ما 6 ماه بالای اگه خن زحمت میکشیدیم، حتی 6 ماه ما به درد میومد تا یه خن ما درست میکردیم، ولی حال خوشبختانه به یک زمان کمتری امو یه خن با اون کیفیت ما تولید میکنه. دقیقاً همین قسم است. هیچ فرق نمیکنه اگر شما تصاویر بیننده باشین هموطنان عزیز. تابش صاحب امروز همراه ماست. از دیگر نمایندگی هم بازدید داشته میباشیم. شما مراتون با ما گفتن همونه به خاطر اینکه که شما از کابل زحمت کشیدیم، به خاطر تشویق کسایی که از تولیدات وطن استفاده کنه و دوستایی که برنامه زیبا شما تماشا میکنه 30% یک تخفیف ویژه بدونه. قربانتان، بخیر سلامت باشین. از طریق برنامه ما هموطنان عزیز، شما که برنامه را بیننده هستین و میبینین چون داخل افغانستان هستین، خارج از افغانستان هستین، حتما تخفیف ویژه تابش صاحب به خاطر شما مانده. از طریق برنامه ما بازم بخیر سلامت باشین. بسیار تشکر. بیننده ما باشین.
تابشت بزرگوار بازم بسیار زیاد تشکر که همراه ما هستین. بین خود در مورد زمین کلمه زیبایتان یک کم معلومات به هموطنان ما شریک بسازین. یک یخن با یک دنیای جایزه، یعنی هدفتان از این کلمه چی؟ خیلی یک اشعار زیبا. بله، برند تابش همیشه هوای مشتری خوددار، همین که هموطنان ما در کنار ما ایستاد از تولیدات زیبا استفاده میکنه. بله. و ما هم در قبال از بزنو توایف داریم. هر دوست ما که یخن میخره جزای از که یک توفه بزنو میدم هم کرو 15 تا که باشه باز یک سه موبایل هم بزنو توفه میدم. بله خیلی خوب. ای کاش ما چند جور یخن خریداری بکنیم که توفه زیان ما مستفید شیم. بخیر سلامت باشین. تو خیلی یخنای زیبا و عالی و مقبول. به چقدر گرنگ ماشاءالله. کلش مورد هموطن عزیز شما در تصاویر هم مشاهده میکنین. تقریبا وزنش میایه شاید افسر بیایه. بله افسر چقدر یک کیلو کمتر از یک کیلو قابل حساب میشه هموطن عزیز. یک یخن یک کیلو وزن داره. میفهمین علت زی چی است؟ علت زی یک چند خوبی داره. به طور مثال تولید وطن است، این هم یک اصطلاح عامش است، یک خوبی خاصش است. و دیگه موره که کار شده همش موره رنگارنگ، موره ظریف است هموطنان عزیز. واقعیت خیلی خوب. بیاین در مورد قیمت زی لباس، در مورد قیمت زی یخن زیبا نخست صحبت داشته باشیم ان شاء الله. یخن پتو هم داره، کار وی آی پی، ضمانت هم داره، از این معمولی یعنی قابل شستشوه. بله. چون دیگه اصلی کار شده به مشتری ضمانت میده. بازار کمایر به 2800 میدیم. به خاطر شما زحمت کشیدیم 1950. قربانتان بخیر سلامت باشین. همه که احترام ما را کردین و احترام برنامه را کردین بخیر سلامت باشین. بیاین یک یخن مکمل مربافی در مورد زی هم صحبت داشته باشیم. در چه وقت تهیه میشه، در چقدر زمان در بر میگیره؟ خوشبختانه دستگاه جدیدی که آوردیم، گرانترین دستگاه و بهترین دستگاهی که یعنی پریسر خیلی زیاد میزنه، یعنی با آسونی رزش نداره. و تنها در افغانستان ما نیم که تو دستگاه داریم. دیگه شاید از دستگاه استفاده کنه معمولی باشه و قابل استفاده زیاد نباشه. بله. روزانه 50 دانه یخن تولید میشه. بله ماشاءالله روزانه 50 دانه یخن. این هم یکی از یخنای دیگه است که ماشاءالله خیلی ظریف و خیلی زیبا. شما بیننده باشین هموطنان عزیز، تصویرشان ما به شما نشان میدیم. بیاین در مورد یخن هم صحبت داشته باشین. کدام نوع موره خونه ایست؟ البته این نگین از فکر کنیم شیشه خود میگه. خوشبختانه این برای دومادا بیشتر استفاده میکنه چون هم سنگینه و هم یک جلای خاصی داره. نوش جان داماتا و جان ما. خیر به هر حال میگذاریم. بیاین در مورد دی هم صحبت داشته باشیم. این هم یکی از یخنایی که قابلیت شستشور داره و ضمانت داره و جلای خاصی داره و خوبی اینه که یک رنگ و سنگینه، یعنی سنگین پوشه. مخصوصا دامادا در روزای عروسی و شب حنابندونی استفاده میکنه. چطور از به خاطر دامادای عزیز تخفیف دارین ندارین؟ اما 30% و کلگی به خاطر برنامه زیباش تخفیف داره. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر از لطفتان. به به یخن زیبا هموطنای عزیز. از این هم میتونه دامادا استفاده بکنه یا خیر؟ بله خیلی هم یخن خوبی اینه که خوبی سنگینه چون خامک و شیشه با هم کار شده. یخن بسیار زیبایه. خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. یخنای دیگه هم هست هموطنای عزیز که همشان شیشه کار شده. در مورد زی هم صحبت داشته باشین. اکثریت بدون از داماتا فکر نکنم میرنگ داماتا هم جوانا بیشتر نگوشتره. بله شختره. دقیقا جوانای هرات باز دیگه به به شوخی ماشاءالله بیخی سر ندارن، شوخ هستن، خوش طبیعت هستن، همیشه کوشش میکنن که خود خوش نگاه بکنن. در مورد قیمت زی هم صحبت داشته باشین. دی هم 19.5 به خاطر شما 1250. قربانتان بخیر سلامت باشین. رنگا و شیفای مختلف است که خوب میشه که در مورد زیا هم صحبت داشته باشیم. این هم یکی از رنگای یک شیفایی که افترنگ گفته میشه برش. در مورد که هم صحبت داشته باشیم. یه هم پتودار الماسی ظریف خیلی جلای خاصی داره و قابلیت شستشور داره. با پتوی 2800 1950 به احترام برنامه شما. قربانتان بخیر سلامت باشین. چندین رنگای مختلف شما مشاهده کردین هموطنان عزیز. بیاین این هم باش که در دل تاوشت چیز نه یک وکیل خطور معرفی نکردی یا به هموطنان ما نشان ندادی. در مورد دی هم صحبت داشته باشیم. یه هم یخن دو رنگ وسط طلایی در سیاه خیلی یک جلای خاصی داره. وقتی پوشیده شه و زیبایی خود نشان میده.
این هم با شامل تخفیف میشه. قربانتان بخیر باشین. یک سوال که در ذهن من گشت، شیشه دیده لباس در یخن که شیشه کار میکنین، این شیشه هم شما میسازین یا نه وارداتی است؟ شیشه از چین میاد ولی شیشه و ما کوشش میکنیم کیفیت بسیار عالی استفاده کنیم، به خاطر از اینکه مشتری وقت استفاده کنه دیگه بتونه چند بار از استفاده کنه. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. یخنای دیگه زیبای هم هست هموطنای عزیز. واقعیت خیلی یخن زیبا و یک یخن عالی شما میبینین و مشاهده میکنین که چقدر دست کار شده. اکثر هموطنای ما شاید فکر خواهد کرد که سر دست جور شده، کار دست است ولی نه، کار ماشین است خب، ولی که کار دست هیچ فرق نداره، چون یک سهولت است که برند تابش ایجاد کرده به خاطر هموطنای ما، به خاطر کسایی که حداقل اینها در شرکت تولیدی همراه ما صحبت داشتن، شما صحبتایشان شنیدین و مشاهده کردین که گفتن اکثریت هموطنای ما همراه مشکلات دچار چشم شده بودن که کسی که سر دست میباخت کار میکرد حداقل چشمای خود از دست میدادن به خاطر از اینکه کار آسان نیست، ولی اینها خیلی سهولت ایجاد کرده. بیاین در مورد قیمت ازی هم صحبت داشته باشیم. قبل از اینکه در رابطه قیمت بنا صحبت کنم، دوست دارم دو تا از اینا تحفه برای شما و علی احمد جان عزیز باشه که در ایراد چند روزی که هستیم از خدمات زیبا استفاده کنیم. قربانتان. این هم شامل 30% تخفیف میشه. همون که میبینیم این دستی قنداری دوزه با کیفیت عالی. 880. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. شما در یک گپ یادآور شدین که قنداری دو یخنهای قندهاری و هراتی چی فرق داره؟ میشه فرقشان بر ما یادآور شوید و همچنان کسایی که بیننده برنامه هستن. یخنایی که میده دوزه اینا مردم قندهار و کابل و هلمند اینا بیشتر استفاده میکنه. یخنایی که گل کلانتر مردم هرات و غزنی بیشتر استفاده میکنه. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. تابش طبیعی عزیز که در کاربارتان برکت باشه. معلومات مختصر همراه ما و همراه بینندای عزیز ما شریک ساختین. جهان سپاس. بین شاید استا رسیده باشیم به قسمت آخر برنامه امروزی ما که از برند یخندوزی تابش برتان داشتیم. هموطنان عزیز، پیام و گفتنیتان و همچنان ادرس مشخصتان میشه اکثریت هموطنای ما برنامه را بیننده باشن، حتما میبینن هم خارج از کشور و هم داخل در کشور. ادرس مشخصتان به هموطنای ما یادآور شوید. اول که آقای سباقون سحر عزیز از شما تشکری میکنیم که از کابل تشریف آوردیم به خاطر ثبت برنامه. همچنین عزیزم علی احمد جان عزیز. آدرس دقیق ما هرات چارسو توخی مارکت دکان اوله. شماره تماس هم 0793 54 3000. همین که هموطنان هم از تولیدات داخلی استفاده میکنه با ما قابل قدره. و شعار برند تابش را ان شاء الله فراموش نکنیم. تولید وطن مفاد هموطن. دقیقاً 100% قربانتان. بخیر سلامت باشین. بیننده عزیز، از شما همچنان جهان سپاس و تشکر از همتون که تا آخر برنامه امروزی ما همراه ما بودین. این بود برنامه امروزی ما که از یخنهای برند تابش برتان تقدیم کردیم. ادرس و شماره تلفن هم همراه شما شریک میسازیم. تا برنامه بعد بدرود.